با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها کارهای ساختمانی و آبادانی در همه گوشه و کنار شهر و دهات اسفره با مرام ادامه داشته. کلی ساکنان شرفمند آن تلاش دارند تا جشن مبارک ملی را با نتیجه های نظررس استقبال نمایند. معرکه منفرش‌کنی راه و کوچه‌های اساسی شهر از جمله این تدبیرها محسوب یافته. امروزها با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سهم صاحبکاران محلی و ساکنان تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها در مرکز شهر و دهات و شهرک‌ها با مرام جریان دارد. در گسترش بنیادکاری‌ها و از جمله کارهای منفرش‌کنی خاصه سهم صاحبکاران محلی نظررس ارزیابی می‌شود. در این روند ساکنان جماعت دهاتی چارکوه نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهمی ارزنده گذاشته با جلب صاحبکاران و ساکنان برای آبادانی محل جهد و تلاش کرده ایستادند. خوشایند آن است که اقدام صاحبکاران سخاوتپیشه جهت آبادانی دیار باعث فرحمندی، رضایت و هوسمندی مردم محل قرار یافته و با درک آن که آبادی مکان از اهل آن وابسته است شماره سهمگزاران آبادی راه‌ها پیوسته می‌افزاید. با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما ساکنان جماعت چارکوه یک قطار کارها را به انجام رسانده ایستادیم. از آن جمله منفرش‌کنی راه اساسی جماعت چارکوه درازیش از 8 کیلومتر زیاد برش از 8 تا 12 متر را با نزدیکی به انجام می‌رسانیم. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک چند دیگر انشاءات‌های اجتماعی فرهنگی بنیاد کرده ایستادیم. نیت داریم که جشن بزرگ ملی را با دستاوردهای نظررس استقبال گیریم. جایز به ذکر است که منفرش‌کنی راه مرکزی دهه که بهر رفت و آمدی ساکنان به مرکزی شهر و دهات همسایه همچنین انتقال مال و محصولات خدمت می‌رساند در مسافه زیاده از 10 کیلومتر با پهنایی از 8 تا 12 متر انجام داده شده. همچنین بنیاد پیاده راه و چراغان‌کنی نیز صورت می‌گیرد. در کارهای منفرش‌کنی تکنیک و تجهیزات و کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت 2018 شهر خوجند جلب گردیده آنها نیت دارند بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نمایند. باید تذکر داد که در شهر و دهات اسفره تعمیر و تجدید و نوسازی راه‌ها در تمام شهرک و دهات به راه مانده شده. تنها دوام سال جاری زیاده از 75 کیلومتر راه‌ها پرراه منفرش کرده شده است. معرکه آبادکاری‌ها بخشیده به جشن‌های بزرگ ملی با مرام ادامه دارند و در قطار بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، انشاءات‌های معارف و تندرستی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها صورت گرفته. در این زمینه سطح و صفت زندگی مردم بلند برداشته می‌شود که از سیاست سازنده و برای آبادی دیار نگرانیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد. همه گفته‌های بالا دلیل رفشن آن است که مردم شهر و دهات اسفره با استقلالیت دولتی و صاحب اختیاری ملی خود افتخار داشته عزمشان در سمت تحکیم بخشیدن اقتدار مملکت، رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردانیدن دیار استوار است. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.